تو فاطمه جان، تو لیله قدر بودی، نه یک لیله قدر، بلکه خیر من الف شهر. قدری که قضا و قدرش این گونه بود، این گونه بی قدر، این گونه مظلوم. آنم کجا؟ در شهر خودت، شهری که تو یگان یادگار پیامبرشان بودی. راست میگفت پدر بزرگم که هرچه بگذرد خون سر کهنه می شود، اما خون دل نو. این خون که شب غسل دادنت هم از بدنت پاک نمی شود، خون زخم پهلویت نیست، خون دل توست، خون دل علی است. آن شب علی فهمید رمز این بی قبریت را، حس کرد این همه بی قدری امت را میان قدر ناشناسان مدینه. اصلا بیایند سر قبرت چه بگویند؟ گل بیاورند، گل بیاورند، یا گلاب بگیرند از این بدن پاره پاره. آری آری، راست گفتی بانو، راست گفتی. یا علی، مرا شبانه غسل بده و کفن کن، بر من نماز بخوان و مرا دفن کن، و هیچ کس را، و هیچ کس را با خبر مکن. چرا در تمام معصومین علیهم السلام تنها یک قبر بی نشان است؟ چرا؟